تلاش خواهد کرد. ارکایف سروش ارکایف و چون در خصوص موفقیتش هم گفتیم که پهلوان لبنانی رو مغلوب کرد، بعدا از ورزشکار قزاقستانی چون ناکام شد. ادامه مبارزه چون نشان میدهد که پهلوان ما چی عامل و چی عنصرهای اساسی رو مد نظر میگذارد و در مبارزه امروزه میتواند که امتیازی ارزنده و مدال برنجی رو هم به دست آورد. این در روز اول شاید مدال نخستین برنجی ما باشد. امید به آن میبندیم. حالا رفتی مبارزه هر دو پهلوان در چمپیونات آسیا اونقدر فرق کننده نیست. به هر نوع اینجا در سروش توجه کند، جدیتر با وضع موجوده اعتبار دهد که اشتباه نکند و این لحظه ها رو هم باز مد نظر گذارد که برابر حرکت کردن همان مطلبی که در مقابل پهلوان لبنانی داشت در این دیدار هم همان هدف خود را مورد عمل سری وقتی قرار دهد. سروش یک کوشش دیگر خود را هم اینجا چون آغاز کرد. پهلوان ما اندک قامتش پستر است اما جسارتش بزرگ، جسارتش باید بزرگتر باشد. امروز هم ورزشگری تاجیک باید ثابت کند سروش از حالت خوبی به میان آمده چگونه استفاده میکند، دستی راست حریفش رو میخواهد هرچی زودتر دارد. بله همینطور توانست و زری در جریان مبارزه در دقیقه دوم داورچی جای اندک نگرانی دارد، به نوار تکراری نیاز دارد. امروز هم اشاره میکند یک بار دیگر دقیقاً حتی میتوان در این جریان باز یک سخن اضافه دیگر هم گفت. حتی دعوای دریافت امتیاز عالی ایپان رو کنیم کفایه است. یک وزر ارکایف را باز هم به قوله مراد نزدیکتر می سازد اما این خاتمه کار نیست. سروش باید روندی سبقت را هم جدی نظارت کند. قامتی بلند رقیبش هم آمد ایستد. امری که داور هر دو پهلوان از میدان بیرون شدند. بسیار هم با جرأت گوشتین گرفت ورزشگری تاجیک. احسنش میگوییم. در روز اول البته ما هم امیدواری بیشتر داشتیم از پهلوانان کشور. در کارنامه‌اش یگان دستاور ندارد. چهره این پرتاب دقیقی پان است و اکنون اولین مدال برنجی در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوس با پهلوان ما نصیب گردید. سروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو ورزشگر ما صاحب مدال برنجی شد و بسیار هم امیدواری ها و اینجا هم مربیان مکتب مهارت عالی ورزش در خصوص افضلی استعدادش شمسیه و کارمند